حتی اگر 0.000 باشی من طوری به درس میدم که در این کلاس کامل درس رو یاد میگیرین. پس نگرانی بابت صفر بودن نداشته باشین، گذشته رو رها کنین، فدای سرتون که درس نخوندی. ولی از الان میتونی بازی رو عوض کنی. من به عنوان کسی که بازی رو عوض کرده دارم بهت میگم. من معدلم 13 بوده، سنفادی نبودم، شبانه درس خوندم، از 4 تا مدرسه اخراج شدم. من تونستم، من مطمئنم تو این زمانی که داری تو هم میتونی. زمانی که داریم زمان خیلی خوبیه، زمان تاثیرگذاریه. ببین بچه‌ها الان یکی امروز رتبه 1 قلمچی شده، آیا تضمینی هست که بعداً رتبه 1 کنکور هم بشه؟ نه. ممکنه همین آدم درس رو رها کنه، بازی رو کلاً ببازه، 10000 هم نمیشه. رتبه 1 قلمچی الان اگر درس رو رها کنه 10000 هم نمیشه. یکی 10000 بوده، آیا ممکنه دیگه تو کنکور قبول نشه؟ نه، ربطی نداره. این 5 ماه خوب بخونه از 10000 میتونه 10 بشه، از 10000 میتونه تا رتبه 10 بیاد راحت. یعنی داستان این شکلیه که کنکور معادلش یه معادله ساده است. وقتی تصمیم میگیری درس بخونی تا خود روز کنکور باید درس بخونی. و الان تو تایم مناسبی وقت داری. ببین ما الان دی شروع کنیم، بهمن هست، اسفند هست، 3 ماه هم اونوره، یه 20 روزم اونوره، 5 ماه خورده ای. شما اصلا بگید 5 ماه. خب بعد من چیز بیراه هم نمیگم. 5 ماه اصلا دیو بی خیال، اون تیرم بی خیال. ما 5 ماه زمان داریم. توی این 5 ماه که 5 تا 30 تا میشه 150 روز. عدد بیراه هم نمی‌نویسم. فرض کن حالا با اون تایمی که سر کلاسی تو مفید روزانه 10 ساعت درس بخونی، میشه 1500 ساعت. 1500 ساعت. بیراه نمیگم. ببین من باهاتون شرط می‌بندم خیلیاتون تا این لحظه از زندگیتون بچه‌های صفر غالبا این شکلیان 100 ساعت درس نخوندن. ببین چی میگم، من میگم شما از اول دبستان تا این لحظه مفید 100 ساعت درس نخوندی. اگه واقعا بچه صفر باشی من یه بچه صفر بودم، معدل 13 بودم، 4 بار اخراجی. تا روزی که نشستم برای کنکور درس بخونم 100 ساعت چیه؟ شاید 10 ساعتم مفید درس نخونده بودم. من میگم همین 5 ماه میشه 1500 ساعت. هیچ بچه صفر 1500 ساعت نخونده. دیگه ترکونده باشه اگه بچه صفر 100 ساعت خونده. فرض کن تو 12 سال کلا 100 ساعت خوندی. حالا میتونی تو این 5 ماه چقدر 1400 ساعت بیشتر درس بخونی. بچه‌ها 1400 ساعت می‌بینید چقدر میشه مطالب مفید. تازه من 10 ساعتی که گفتم کم گفتم. برای کسی که مدرسه نمیره 12 هم میتونه بخونه. یعنی 12 یه عدد شدنیه، 12 دور از دسترس نیست. من نرمال گفتم دیگه 10 میشه خون. من خودم صفر بودم ولی روزی که شروع کردم درس بخونم با 10 ساعت شروع کردم. پاره شدم ولی ارزشش رو داشت. جر خوردم ولی ارزشش رو داشت. سخته ولی ارزشش رو داشت. یعنی الانم برگردم 10 سال پیش که کنکور رو داشتم می‌خوندم باز همین مسیر رو میام. باز میشینم از همون روزی که صفر بودم روزی 10 ساعت می‌خونم. البته من 2 ماه اول 10 ساعت خوندم. بعدش کردمش 12، یکی 2 ماه آخرم کردمش 14. باز برگردم همین مسیر رو میرم. یعنی میگم آقا تو 12 سال تحصیلی داشتی. کلا مفید 100 ساعت درس نخوندی. تو الان تو این 5 ماه میتونی 1400 ساعت بیشتر از 12 سال قبلت بخونی. 1400 ساعت بچه‌ها همه درساتون رو میتونید 2 دور تموم کنید. 1400 ساعت همه درساتون رو حداقل میتونید 2 دور تموم کنید. پس دیگه نشنوم آقا عدد شروع کنم میشه. این جمله اصلا جمله کثافتیه ذاتش. میدونی شما نباید بشینید که فکر کنید وای اگه این کارو کنم چی میشه، اگه اون کارو کنم چی میشه، این کارو نکردم الان چی میشه. تنها چیزی که استراب شما رو کم میکنه اقدام به کار کردنه. یعنی به محض اینکه شروع کنی درس بخونی یه ماه رها نکنی، تو اگه خودت پیشروی تو درس رو ببینی دیگه درس رو رها نمی‌کنی. میگی ای بابا اون چیزی که فکر می‌کردم اونقدر هم سخت نیست، میشه شدنیه. من ازتون میخوام به جای اینکه هی بگی از الان شروع کنم میشه، به جای اینکه بشینی از الان شروع کنم میشه هی اینو بگی، بشینی فکر کنی. من ازت میخوام یه ماه مثل آدم درس بخونی. یه ماه مثل آدم درس بخونی. یه ماه اگر مثل آدم درس بخونی جواب این سوالتو خودت میدی. از الان شروع کنم میشه؟ بله. ولی این کی اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته به جای فکر و خیال یه ماه مثل آدم درس بخونی. یه ماه مثل آدم درس بخونی، برای خودت ارزش قائل باشی، میبینی حجم زیادی از درسات جمع میشه. میبینی دیگه دانش آموز صفر نیستی، میبینی از بقیه داری بهتر میشی، خود به خود انگیزه میگیری، خود به خود روحیه میگیری. ولی یه راه داره. این که از الان شروع کنم میشه فقط یه راه داره. فکر و خیالو بذاری کنار، این که گذشته چیکار کردی رو بذاری کنار، یه ماه درس بخون. تو خودت پیشروی تو درستو ببینی، یه ماه مثل آدم درس بخونی، خودت میای به این سوال جواب میدی. میگی آقا بله میشه. من یه ماه خوندم این همه رشد کردم، 4 ماه دیگه هم دارم. اون موقع دیگه این سوال ازم نمیپرسی. اون موقع میگی آقا دمت گرم، 4 ماه دیگه هم دارم، کلی میتونم بهتر بشم. پس دیگه نشنوم این جمله رو از الان شروع کنم میشه. به جای فکر و خیال، به جای اینکه تو گذشته این کارو کردم بری سوری نرو، یه ماه مثل آدم درس بخون. بهت قول میدم انقدر حس خوبی بگیری، انقدر حس خوبی بگیری. اگه یه ماه دووم بیاری یا یه ماه رها نکنی یا انقدر حس خوبی بگیری که دیگه از من نپرسی، 4 ماه بعدشو بیشتر با جون و دل بخونی و به اون چیزی که آرزو داری برسی. بچه‌ها من واقعا به عنوان کسی که ببین من مسیر خوبی رو طی کردم، تو بهترین دانشگاه درس خوندم، دیگه تو رشته تجربی از دانشگاه تهران بهتر نداری، تو اون دانشگاه هم نفر اول دانشگاه بودم. به عنوان کسی که این مسیر رو یه بار خودش اومده، ازت میخوام برای درس گذاشتن برای درس خوندنت وقت بذاری. شاید الان نتونم بهت بگم چرا، شاید الان هر چی بگم باور نکنی، ولی 10 سال دیگه ازم تشکر میکنی. به خاطر اینکه بچه‌ها میدونی من مثل بقیه رویا فروش نیستم بگم آی روپوش سفید تنت کن، آی دکتر شو، آی پزشک شو، آی دندون پزشک شو. من اینو نمیگم، ولی اینو بهت میگم سعی کن. اصلا دوست داری نقاش بشی، بهترین دانشگاه نقاشی، دوست داری ریاضیدان بشی، بهترین دانشگاه، دوست داری مهندس بشی، بهترین دانشگاه. چون وقتی که میری تو بهترین دانشگاه خود به خود دوستای خیلی خوبی خواهی داشت، دوستایی که آدمایی ان که کمک میکنن به رشدت، مسیر زندگی تو عوض میکنن. ببینید من میگم در هر شرایطی هر شغلی رو که دوست داری باید بری بهترین دانشگاه اون رو بخونی. دوست داری بیزینس، اوکی مدیریت بخون، دوست داری تجارت کنی، مدیریت بازرگانی بخون، ولی تو بهترین دانشگاه. چون میدونی بهترین دانشگاه فقط پول نیست، تو اونجا دوستای خوبی پیدا می‌کنی و آدم‌ها شبیه دوستاشون میشن، پیشرفت می‌کنی، رشد می‌کنی. تو ایران بمونی، به ایران می‌تونی کمک کنی، می‌تونی یه جای کارو بگیری، از ایران می‌خوای بری فرش قرمز برات تامین کنن، آینده روشنی خواهی داشت و آینده واقعا ترسناکه به شرط اینکه براش تلاش نکنی. واقعا این آینده‌ای که من می‌بینم آینده ترسناکه. من اگر جای تو بودم با تمام جون و دلم درس می‌خوندم که برم بهترین دانشگاه، که دوستای خوبی داشته باشم، که بتونم رشد کنم، بتونم زندگی کنم. اگه تو ایران بودم بتونم به ایران کمک کنم، اگه خواستم برم بتونم. یعنی میگم بچه‌ها اوضاع ترسناکیه و درس خوندن یکی از بهترین راه‌های نجاته. چون درس خوندن فقط پول درآوردن نیست. درس که می‌خونی مغزت بهتر کار می‌کنه، بعدم بیزینسمن میشی، بیزینسمن خوبی میشی. درس که می‌خونی دوستای بهتری داری، زندگیت بیشتر رشد می‌کنه. و این درس خوندن رو الان شاید نتونم بهت بگم نتیجهش چیه، ولی اگر درس بخونی با تمام جون و دلت 10 سال دیگه میفهمی که چی گفتن. چون واقعا دانشگاه خوب مسیر زندگی تو رو عوض خواهد کرد. و اتمام حجت آخری که باید دارم، پس از صفر شدنیه بله، ولی بچه‌ها یه چیزی ازتون میخوام، این که شما از صفر شروع کنید و به هر آنچه که میخواید برسید. یه نکته خیلی مهم داره که شاید هیچ کس الان بهتون نگفته باشه. داشتم میومدم
گفتم چی شد که من از صفر تونستم؟ یه جواب براش پیدا کردم. یعنی خیلی بهش فکر کردم. تمام امروز داشتم به این فکر می‌کردم چی شد منی که گوشکوب ترین دانش آموز دنیا بودم. میدونی واقعا گوشکوب بودم. نه انضباط خوبی داشتم. انضباطم یه بار گذاشتم برای بچه‌ها. نه 15 داده بودن، بعد ترم دوم 20 داده بودن چون مدرسه نرفته بودن. من که داغون بودم، صفر بودم. چی شد که وقتی از صفر تونستم؟ چی شد که وقتی از صفر شروع کردم تونستم؟ فقط یه نکته داشت. اعتماد. یعنی فقط یه نکته بخوام بهت یاد بدم که از صفر بتونی به هر آنچه که دوست داری برسی، اعتماد. من به خودم اعتماد کردم. اون روزی که یادم نمیره 16 آبان 93 تصمیم گرفتم درس بخونم، مشاورم بهم میگفت تو هیچی قبول نمیشی، شاید پرستاری بین‌الملل. اینو بهم گفت. دقیقاً همین جمله رو بهم گفت تو هیچی نمیشی، پرستاری بین‌الملل. من به حرف اون اصلا گوش ندادم. من به خودم اعتماد کردم. اگر میخوای از صفر شروع کنی، اگر میخوای به هر آنچه که آرزوت برسی، در قدم اول اینه که به خودت و توانایی‌هایی که داری اعتماد کنی. من موقعی که درس رو شروع کردم صفر بودم، ولی به خودم اعتماد کردم که 100% میتونم. بچه‌ها خیلی از شما تحت تاثیر میدونی حواشی که تو کنکور هست، شاید الان اعتماد به نفستون رو از دست داده باشین. ولی این رو من بهتون میگم، شما هیچی از رقیباتون کم ندارید. به خودتون اعتماد کنید و یک باور قلبی داشته باشید که توی این مسیر شما میتونید. حتی اگر هیچ کس باورتون نداره، تو خودت باید به خودت اعتماد کنی. اولین چیزی که یک دانش آموز صفر میخواد، این درسا نیست. اینه که به خودش اعتماد کنه، در خودش ببینه که میتونه. من هیچ کس باورم نداشت. یعنی مادر و پدرم که میگفت حالا بخونه، این که هیچی نمیشه، بذار بخونه، دلش خوشه. مشاورم میگفت پرستاری بین‌الملل. تونستم چون خودم به خودم اعتماد کردم. گفتم آقا صفری، فدای سر درس نخوندی، الان فدای سر خودت تو باور داشته باش که میتونی. و واقعا قلبا باور داشتم که میتونم. چون قلبا باور داشتم نسبت به بقیه آدما هیچ کم ندارم. دست دارم، چش دارم، میبینم هیچ کم ندارم. منم تلاش کنم میشه. تو هم میخوام همین باور رو داشته باشی. تو نسبت به رقیبات هیچ کم نداری. فقط تو الان براش وقت نذاشتی. کنکور بچه‌ها هوش نمیخواد، کنکور تلاش میخواد. کنکور وقت گذاشتن میخواد، کنکور زحمت کشیدن میخواد. بهت قول میدم اگر وقت بذاری، تلاش کنی، زحمت بکشی، تو هم میتونی. پس قدم اول اینه که به خودت اعتماد کن که میتونی. اعتماد به نفس اینو داشته باش که میتونی. این مهمترین نکتهشه. قدم دوم اینه که به منم اعتماد کن. من میگم آقا 100% مطالبو میگم، سال اولم هم نیست. آقا چه جوری میگی؟ پاره میشم. میبینی سر این کلاس الان که 5 دقیقه دیگه درس رو شروع کنم، میبینی خودمو سر این کلاس پاره میکنم، برات جر میدم خودمو. 100% مطالبو بهت میگم، کامل 100%ش هم یاد میگیری. بهم اعتماد کن، کلاسم کامل انجام بده، تکلیفمو کامل انجام بده. بهت قول میدم از میانگین کشوری هر چی نزنی، حداقل 20% از میانگین 1000 نفر اولی کشور بالاتر بزنی. پس اول به خودت اعتماد کن. این توانایی رو تو داری، نسبت به رقیبات هیچ چی کم نداری، فقط تلاش و زحمت نداشتی تا الان که اینم شدنیه. میتونی براش تلاش کنی، میتونی براش زحمت بکشی. تو به من اعتماد کن، من تا کامل 100% مطالب رو میگم، هم درسنامه‌مون کامله، هم تستمون کامله، هم تکلیفمون کامله، آزمون داری، برنامه داری. یه چیزی هم از اولیا میخوام. اگر اولیایی هست که الان صدای من رو بشنوه، به بچه‌تون اعتماد کنید. یه بچه‌ای تا الان ممکنه به هر دلیلی درس نخونده، به خاطر گذشتهش قضاوتش نکنید. یعنی اگر تصمیم گرفته اصلاح بشه و دیدی که داره تلاش میکنه، حمایتش کن. چون میدونین خیلی اوقات خیلی از انگیزه های ما رو اولیامون ناخواسته از بین میبرن. یعنی اینجا همه چی بحث اعتماده. اول به خودتون بچه‌ها باید اعتماد کنید، بعد به من اعتماد کنید. در مرحله آخرم میخوام که اولیا بهتون اعتماد کنن. اگر تا الان به هر دلیلی درس نخوندی، میخوای درستش کنی، نشستی پای درس تلاش کردی، از اولیاتون میخوام که بهتون اعتماد کنن و حمایتتون کنن. حمایتم نکردن، زخم زبون نزنن. بذار اون بچه تلاششو بکنه، بذار اون بچه جنگیدن رو یاد بگیره، بذار اون بچه تلاش کردن برای رویاشو یاد بگیره.